این خیارتون چقدر بیادبه. چی شده مگه داداش؟ دیشب حالم خوب نبود، رفتم در یخچال باز کردم، خواستم به خیار گیر بدم. گفتم تو چرا تهت تلخه؟ گفت ناراحتی بیا سرشو بخور. حسن آیفون خریدم. جدی میگی؟ بیا بشین تعریف کن، چطور خریدی؟ نمیتونم بشینم. آها فهمیدم. سلام خانم. سلام، بفرمایید. خب بگید دیگه چی میخوای؟ از همون پشت سریاتون میخواستم. کرم ضد آفتاب منظورتونه؟ نه، پس چی؟ از اون پلاستیکایی که روی خیار و بادمجون میکشن. کاندوم منظورتونه؟ آره آخش راحت شدم. خب از اول بگید دیگه. حالا چه سایزشو میخواین؟ والا نمیدونم، میشه شما زحمتشو بکشید ببینید که چه سایزش مناسب منه؟ گم شو برو بیرون.